سلام و درود به همه عاشقان شیمی. به یکی دیگه از قسمت‌های شیمی استار خوش اومدید. امروز میخوام در ادامه مباحث فصل اول کتاب شیمی دهم راجع به مسائل مول صحبت بکنم. یه خورده وارد استوکیومتری میخوام بشم، اما قبل از اون از شما تقاضا میکنم که این ویدیو رو لایک بکنید، برای ما کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی بکنید. اما به طور کلی برای در واقع کسرهای استوکیومتری و برای تبدیل تعداد ذرات سازنده ماده و جرم به تعداد مول یا برعکس اون از این جدول استفاده میکنیم. یعنی اگه میخوایم تعداد ذرات رو به تعداد مول تبدیل بکنیم، تعداد ذرات رو بخش بر 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 میکنیم. اگه بخوایم تعداد مول ها رو تبدیل به تعداد ذرات بکنیم، از در واقع ضرب در 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 میکنیم. در مورد جرم هم اگه برای تبدیل جرم به مول، جرم رو ضرب در جرم مولی میکنیم و برای تبدیل مول به جرم، مول رو بخش بر جرم مولی میکنیم. به صورت کلی ما برای اینکه بتونیم حالا این تبدیل‌ها رو انجام بدیم باید کسر بنویسیم. پس یه قانون بهتون میگم، اینو همیشه مد نظرتون داشته باشین. کسری مناسب است که نوع ماده و یکای مخرج با نوع ماده و یکای صورت کسر قبل از خودش یکسان باشه. حالا تو مثالی که جلوتر میزنم به خوبی متوجه میشین. اولین مثال گفته تعداد اتم ها در 25 صدم گرم در 25 صدم مول گاز گوگل تری اکسید کدام است؟ گاز SO3. خب ما اولین کاری که باید بکنیم اطلاعاتی که داریم رو به صورت در واقع با عنوان سر اون سرخط اون کسر بنویسیم. پس ما 25 صدم مول در واقع SO3 داریم. خب به صورت کسر گفتیم نویسیم. هر یک مول SO3 4 مول اتم S و O داره. S یه دونه S داره و 3 تا O. یعنی هر یک مول SO3 4 مول اتم S و O داره. حالا هر یک مول اتم S و O چه مقدار اتم، چه تعداد اتم هست؟ 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 اتم. در نتیجه به راحتی در واقع 25 صدم ضرب در 4 ضرب در 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 میشه و مقدار 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 به دست میاد. ما به راحتی میتونیم با استفاده از این کسرها که در واقع مخرج کسر بعدیمون در واقع نوع ماده و یکای مخرجش با نوع ماده و یکای صورت کسر قبل خودش برابر باشه. یا حالا از جدول بالا هم میتونیم استفاده کنیم. دیدیم که برای تبدیل حالا مول به تعداد ذره ها اون رو ضرب در 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 کردیم. یا حالا مثال بعدی گفته تعداد اتم های موجود در 13 گرم فلز روی کدام است؟ جرم مولی ZN هم که حالا فلز روی هست رو داده 65 گرم پر مول. خب ما اول کار باید بنویسیم 13 گرم ZN. بله به راحتی 13 گرم ZN داریم، ضرب داره مخرج هر 65 گرم ZN یک موله، یعنی ضرب در جرم مولی کردیم. برای تبدیل گرم به مول اونو باید تقسیم بر جرم مولی بکنیم. ولی خب تو به صورت کسر که بنویسیم دیگه نیازی نیست اون در واقع تبدیل صفحه قبل رو بخواد حفظ باشیم. حالا یه مول ZN رو هم داریم، ضرب هر یک در واقع هر یک مول ZN هم که تعدادش 6 ممیز 22 ضرب 10 به توان 23 اتم ZN است. بس به طور کلی 13 ضرب در 6 ممیز 22 ضرب در 10 به توان 23 بخش بر 65 میشه 1 ممیز 204 ضرب در 10 به توان 23 اتم ZN. پس خوب به این کسرهای استوکیومتری دقت بکنید. حتما باید مخرج کسر جلوتر با صورت کسر قبلی از نظر واحد و نوع ماده یکسان باشن تا رابطه ما شکل بگیره و به اون در واقع تعداد اتم یا حالا مول یا هر چیزی که مد نظرمون هست برسیم. حالا میخوام یه مثال سخته رو اینجا براتون بیان بکنم. پس کسرها به طور کلی یاد گرفتیم. تو این مثال گفته که تعداد مولکولات در 2 ممیز 3 گرم اتانول با فرمول C2H5OH با تعداد مولکول های چند گرم اتیلن گلیکول برابر است. جرم مولی H و C و O رو هم به ما داده. پس ما تنها کاری که حالا باید انجام بدیم اینه که ببینیم که تعداد مولکول های در واقع اتانول و تعداد مولکول های اتیلن در چه حالتی با هم برابر است. به طور کلی بچه ها 1 مول از اتانول با 1 مول از اتیلن گلیکول تعداد برابری مولکول دارن. یعنی چی؟
یعنی هر دوتاشون در واقع در حالتی که تعداد مولکولشون برابر بشه، تعداد مول‌هاشون با هم برابر میشه. و زمانی که تعداد مول‌های این دوتا ماده یعنی اتانول و اتیلن گلیکول با هم برابر باشن، تعداد مولکولاشون هم با هم برابر هست. جرم مولکولی دوتاشون هم که حالا اگه بخوایم به دست بیاریم با یک حساب سرانگشتی، اتانول میشه 46 و اتیلن گلیکول 62 گرم پر موله. پس ما به راحتی میتونیم یک کسر بنویسیم به این حالت: مول C2H5OH یا مول اتانول برابر با مول C2H4OH 2 مرتبه، یعنی مول اتیلن گلیکول با مول اتانول با هم برابر هست. چرا؟ چون در این حالت هست که تعداد مولکولای این دو ترکیب با هم برابر میشه. ما اینجا تو صورت سوال هم گفته تعداد مولکول ها با هم برابر باشه، پس تو حالت مول برابر تعداد مولکول ها با هم برابر میشه. مول هم که تو کسرهای قبلی، حالا حالت قبلی گفتم که از جرم ماده بخش بر جرم مولی به دست میاد دیگه. پس به راحتی می‌نویسیم M1 بخش M کوچیک 1 بخش بر M بزرگ 1 مساوی با M کوچیک 2 بخش بر M بزرگ 2. M کوچیک میشه جرم اتانول، M در واقع بزرگ 1 هم میشه جرم مولی اتانول. خب همون رابطه مول هست دیگه، یعنی مول اتیلن گلیکول با مول اتانول با هم برابر هست. جرم ماده بخش بر جرم مولی اتیلن گلیکول با جرم ماده بخش بر جرم مولی اتانول با هم برابر هست. خب 2 - 3 بخش بر 46 گرم اتانول بخش بر جرم مولی اتانول مساوی با X که میشه حالا چیزی که میخوایم به دست بیاریم تو چند گرم اتیلن گلیکول این تعداد مولکول با هم برابر هست. بخش بر 62 گرم پر مول حالا جرم مولی اتیلن گلیکول. X به دست میاد 3 - 1 گرم اتیلن گلیکول. پس در 3 - 1 گرم اتیلن گلیکول و 2 - 3 گرم اتانول در واقع تعداد مول های این دو با هم برابر میشه، در نتیجه تعداد مولکول های اونها با هم برابر میشه. خیلی ممنون که به این قسمت از شیمی استار هم توجه کردید. من یک سری مثال ها براتون از کلیت استوکیومتری زدم. شما باید توی خونه مثال های بیشتری حل بکنید تا بتونید تسلط خودتون رو به مبحث استوکیومتری بیشتر بکنید. ما رو توی اینستاگرام دنبال بکنید، توی یوتیوب دنبال بکنید، ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. شب و روزگارتون خوش.